که شما رو معطل نگه می‌دارم. باید بگیم I'm sorry to keep you waiting و جملاتی از این دست. با آقای شهریار شفیانی سردبیر انتشارات آوند دانش در مورد این مجموعه صحبت می‌کنیم. آقای شفیانی، همه این کتاب‌های زبان معمولاً در بازار کتاب وجود دارن. تفاوت این مجموعه با کتاب‌های موجود چیه؟ اولین دلیلی که این کتاب با کتاب‌های دیگه متفاوت می‌کنه اینه که نثر کتاب بسیار ساده و بسیار دوستانه است. باعث میشه که مخاطب خیلی راحت بتونه باشه ارتباط برقرار بکنه. مطلب بعدی اینه که کتاب میاد سری جمله ها رو به صورت قالب در اختیار خواننده قرار میده که با عوض کردن چند تا کلمه از اول آخرش میتونه خیلی راحت منظورش رو مخاطبش برسونه. اینکه این کتاب توسط سازمان ها و شرکت ها در حقیقت خریداری میشه که برای مدیران ارشدشون یا حالا کارمندان استفاده بکنن، نشون میده که متن کتاب به خاطر اینکه قالب تجاری یا سازمانی در حقیقت داره خیلی کمک میکنه به این افراد که بتونن تو محیطایی که با ارتباط بین‌المللی دارن با سازمان‌های بین‌المللی یا اینکه محیطشون در حقیقت یه شرکت چند ملیتی هستش بتونن راحت کارمندا با همدیگه یا با خارج از کشور ارتباط برقرار بکنن، تلفن بزنن یا ایمیل بزنن یا در حقیقت کارشون رو ردخ و فتح بکنن. ممنونم آقای شهریار شفیانی، سردبیر انتشارات آوند دانش و ویراستار مجموعه آموزش زبان انگلیسی که از استودیوی 2 کتابنامه با ما همراه بودند.